اعتیاد در دنیای مدرن. چرا همه ما بیشتر و بیشتر معتاد میشیم؟ امروزه همه ما بیشتر و بیشتر معتاد میشیم و منظورم فقط مواد مخدر یا الکل نیست. اعتیاد همه جا هست. حتی خیلی وقتا ما حتی متوجهش نیستیم. انگار ما باید هر ثانیه روز تحریک بشیم. هر لحظه چیزی بخوریم، ببینیم یا تجربه کنیم که مغزمون رو فعال نگه داره. حتی به جایی رسیده که نمیتونیم سر میز بشینیم و غذا بخوریم بدون اینکه همزمان یه ویدیو تو یوتیوب نبینیم یا گوشیمون رو چک نکنیم. اعتیادهای مدرن فقط به مواد مخدر محدود نمیشن. شبکه‌های اجتماعی، بازی‌های ویدیویی، پورن، خرید آنلاین، حتی چک کردن مداوم پیام‌ها هم میتونن اعتیادآور باشن. هر چیزی که مغز ما رو در لحظه تحریک کنه و دوپامین سریع بده، میتونه تبدیل به یه عادت مخرب بشه. زیاده روی در این اعتیادها میتونه ما رو به مسیری ببره که اصلاً نمیخوایم. تبدیل به یه معتادی به مواد مخدر، یه الکلی، یه معتاد به پورن یا حتی یه معتاد به شبکه‌های اجتماعی و بازی‌های ویدیویی. حتی بدتر یه مدیر دیسکورد که همه زندگیش دور چت و میکروفون میچرخه. ولی خبر خوب اینه که با آگاهی میتونیم جلوی این مسیر تاریک رو بگیریم. میتونیم زندگیمون رو جمع کنیم، دوباره انرژی و انگیزه پیدا کنیم و به جای اینکه صرفاً زندگی کنیم، واقعاً زندگی کنیم و ازش لذت ببریم. میتونیم پرکارتر، با اعتماد به نفستر، جه‌طلبتر و در نهایت شادتر و راضی‌تر باشیم. چرا ترک این اعتیادها انقدر سخته؟ میدونم همه ما بارها سعی کردیم این عادتها رو ترک کنیم. همه ما تجربه روز اول و دوباره رو داریم. یه نبرد دائمی با خودمون مثل بالا رفتن از یه کوه خیلی بلند وقتی هر قدم سخت و سنگینه. اما واقعیت اینه که مغز ما ساخته شده که این مسیر رو سخت کنه. اعتیاد فقط یه مشکل اخلاقی یا اراده ضعیف نیست. این یه تغییر فیزیولوژیکی در مغزه که رفتارهای خاص رو تکرار میکنه و باعث میشه ما دوباره به اونها برگردیم. برای اینکه بفهمیم چرا ترک کردن انقدر سخته، اول باید بفهمیم اعتیاد چطور تو مغزمون شکل میگیره. چطور اعتیاد توی مغز شکل میگیره؟ اعتیاد توی سیستم پاداش مغز اتفاق میفته. وقتی کار لذت بخشی انجام میدیم مثل خوردن شکلات، بازی کردن، رابطه جنسی، نوشیدن الکل یا کشیدن مواد، مغزمون دوپامین آزاد میکنه. دوپامین همون چیزی هست که باعث میشه احساس شادی و لذت بگیریم. اما یه نکته مهم وجود داره. هیچ چیزی همیشه بالا نمیمونه. هر چی بالا میره بالاخره پایین میاد. وقتی دوپامین به اوج خودش رسید، دوباره پایین میاد. ولی پایین اومدنش فقط به حالت عادی نیست. گاهی حتی پایین‌تر از حد طبیعی میاد. وقتی دوپامین زیر حد طبیعی بیاد، ما دچار احساسات ناخوشایند میشیم، مثل خستگی، بی‌حوصلگی، بی‌انگیزگی و ناامیدی. همون حسی که دلت میخواد کل روزو تو تخت بمونی و هیچ کاری نکنی. مغز ما نمیخواد تو اون حالت بمونه، پس دنبال لذت سریع میگرده تا دوباره دوپامینو بالا ببره. و اینجا چرخه اعتیاد شروع میشه. لذت سریع، سقوط شدید، دوباره دنبال لذت سریع. هر چی لذت سریع‌تر باشه، سقوط بعدش هم شدیدتره. این چرخه بی پایان همون چیزی هست که باعث میشه حتی بعد از چند روز یا چند هفته تلاش دوباره به عادتهای قدیمی برگردیم. مثال پشن من خودم روزی 8 ساعت بازی میکردم. لیگ آف لجندز. مغزم عاشق دوپامینی بود که بازی بهم میداد. اما بعدش حس خستگی، بی‌انگیزگی و افسردگی بهم میداد. نه تناسل اندام داشتم، نه انرژی واقعی، نه حتی رضایت واقعی از زندگی. همزمان خودارضایی هم جزو عادتام بود. همیشه بعد از یه دوره طولانی بازی و اینترنت، حس پوچی و ناامیدی بهم دست میداد و دوباره دنبال لذت سریع میرفتم. یه چرخه بی پایان که هر روز حس شکست بهم میداد. ولی یه روز تصمیم گرفتم این چرخه رو بشکنم و اون تصمیم مسیر زندگیمو کاملا تغییر داد. قدم اول، خودآگاهی. اولین قدم اینه که قبول کنیم مشکل داریم. خیلیا میگن من فقط برای سرگرمی بازی میکنم یا برای ارتباط با دوستام، ولی واقعیت اینه که روزی 8 ساعت داریم میشنویم که تو میکروفون داریم داد میزنیم و سلامت روانمون رو نابود میکنیم. بازی کردن یا دیدن ویدیو ذاتاً بد نیست. مشکل وقتی شروع میشه که کنترل از دستمون خارج میشه و این چیزها ما رو کنترل میکنن. خودآگاهی یعنی صادق بودن با خودت. آره، من مشکل دارم. تا وقتی اینو قبول نکنی، هیچ تغییری رخ نمیده. قدم دوم،
جایگزین کردن. وقتی متوجه شدم که بازی و اینترنت دارن زندگی منو نابود میکنن، شروع کردم به ورزش کردن. اولش سخت بود، اما کم کم دیدم که ورزشم میتونه دوپامین طبیعی بهم بده. هر بار بعد از تمرین حس خوبی داشتم. حس موفقیت، حس انرژی واقعی. کم کم بازی‌ها برام جذابیتشون از دست دادن. چون وقتی وقت و انرژی تو پای چیزهای خوب و واقعی میره، عادتات خودشون جایگزین میشن. به جای حذف کامل یه عادت بد، باید یه جایگزین سالم براش پیدا کنیم. چیزایی مثل مطالعه، یوگا، نقاشی، ورزش، آشپزی یا حتی وقت گذروندن با دوستام میتونن خیلی کمک کنن. قدم سوم، یه وسواس سالم پیدا کن. گاهی فقط جایگزین کردن کافی نیست. من هنوز بازی میکردم، ولی وقتی شروع کردم کانال یوتیوبمو بسازم، تمام ذهنم شد یوتیوب. دیگه وقتی برای بازی نداشتم. بازی حتی برام جذابیتی نداشت. باید یه چیزی پیدا کنی که ذهن و انرژی تو درگیر کنه. یه هدف، یه پروژه، یه علاقه جدید. وقتی روی اون وسواس داری، دیگه جایی برای فکر کردن به عادتی که میخوای ترک کنی باقی نمیمونه. مثلا بعضیا با یادگیری یه زبان جدید، یادگیری برنامه‌نویسی یا موسیقی موفق شدن این چرخه اعتیاد رو بشکنن. کل ذهنشون روی یه هدف مثبت متمرکز شده و دیگه جایی برای عادت‌هاشون باقی نمونده. قدم چهارم، مراقبت از سلامت روان. اعتیاد خیلی وقتای راه فرار از حال بده. وقتی حال بد داریم، ناخودآگاه دنبال لذت سریع میگردیم. پس باید سلامت روانمون رو قوی کنیم. مثل مدیتیشن. حتی 10 دقیقه در روز میتونه آرامش ذهنی بده و مقاومت در برابر وسوسه ها رو بالا ببره. شکرگزاری. نوشتن چیزایی که بابتشون شکرگزاری مغزت رو روی نکات مثبت متمرکز میکنه. حس خوبی. حرف زدن با آدم‌ها، یه دوست یا مشاور میتونه کمک کنه احساساتتو پردازش کنی و از تنهایی خارج شی. ورزش. فقط یه فعالیت فیزیکی ساده مثل پیاده‌روی یا دویدن میتونه حس انرژی و رضایت واقعی بده. مهربون بودن به بقیه، کمک کردن به دیگران و انجام کارهای مثبت حس خوبی بهت میده و دوپامین طبیعی تولید میکنه. و البته ترک عادتها یا بازیهای مخرب. قدم ششم، تغییر هویت. گاهی حتی بعد از ترک یه عادت هنوز یه اعتیادی باقی میمونه. من بعد از ترک بازی هنوز با پورن مشکل داشتم. ولی وقتی دختری رو دوست داشتم و واقعاً براش ارزش قائل شدم، همه چیز تغییر کرد. دیگه نمیخواستم خودم رو یه آدم ضعیف و معتاد ببینم. هویتم رو عوض کردم. تغییر هویت یعنی اینکه خودتو به عنوان یه انسان سالم، موفق و ارزشمند ببینی. وقتی این دیدگاه شکل بگیره، خود به خود عادتهای مخرب دیگه جذابیتشون رو از دست میدن. قدم هفتم، پذیرش لغزش‌ها. حتی بعد از همه اینها باز ممکنه یه روز ریلپس کنی. و این طبیعیه. مهم اینه که این لغزش به معنی برگشت به صفر نیست. خودتو سرزنش نکن. به جای تمرکز روی شکست، روی پیشرفتت فکر کن. مثلا اگه یه هفته پاک بودی و یه شب خراب کردی، همون یک هفته موفقیت رو ببین و بعد هدفتو بذار 2 هفته. داستان‌های الهام بخش. خیلی از افراد موفق هم مسیر مشابهی داشتن. یه دوست من روزی 8 ساعت بازی می‌کرد و وزنش به شدت بالا رفته بود. وقتی شروع به دویدن و یادگیری زبان جدید کرد، بعد از 6 ماه کاملا تغییر کرد. حالا مربی پشنه و انرژی مثبتش به اطرافیانم منتقل میشه. یه نفر دیگه که قبلا وابسته به شبکه‌های اجتماعی بود، با شروع یه پروژه هنری تونست عادتش به چک کردن بیوقفه موبایل رو ترک کنه و الان آثارش رو به فروش میرسونه. این داستان‌ها نشون میده که مسیر ترک اعتیاد واقعاً امکان پذیره و هر کسی میتونه مسیرش رو پیدا کنه. نتیجه گیری. من از آدمی که روزی 8 ساعت بازی میکردم، هر روز خود ارضایی میکردم و حالش همیشه خراب بود، به کسی تبدیل شدم که میتونه به خودش افتخار کنه. ترک اعتیاد یه مسیر خطی نیست، پر از بالا و پایینه. ولی فقط شما میتونید تصمیم بگیرید که میخواهید زندگیتون بهتر بشه یا نه. با این قدم‌ها مطمئنم آزادی از این عادت‌ها برات راحت‌تر میشه و در نهایت میتونی یه زندگی شاد و پر از رضایت داشته باشی.